از اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و یا ایجاد همترازی بین هزینه‌ها و درآمدهای بودجه عمومی که توسط دولت تدوین و طراحی میشه صحبت می‌کنیم. اگر بین منابع و مصارف تعادل وجود نداشته باشه، منجر به ایجاد کسری بودجه میشه، تا جایی که در سال 99 برآوردها از کسری بودجه 200,000 میلیارد تومانی در کشور حکایت داره. چرا این کسری بودجه ایجاد میشه؟ یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که دولت منابع پایدار و واقعی رو برای تأمین مالی بودجه در بودجه لحاظ نکرده. حالا دولت برای جبران که این کسری بودجه هنگفت خودش در سالیان متمادی به جای اینکه از یه سری راهکارهای مثل توسعه پایه‌های مالیاتی، ایجاد شفافیت روی تراکنش‌های مالی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقشار ثروتمند استفاده بکنه و یا از اصلاح نظام یارانه‌ای استفاده بکنه، از راهکارهایی استفاده میکنه که این راهکارها برای کشور خسارت آفرین هستند. از جمله این راهکارها استفاده از منابع صندوق توسعه ملیه. راهکار دیگری که دولت استفاده میکنه استقراض از بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیمه. راهکار سوم تحمیل تکالیف بودجه‌ای به نظام بانکی و نظام پولی کشوره. استفاده از این راهکارها همگی به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم باعث افزایش پایه پولی میشن. افزایش پایه پولی به معنای خلق پول توسط بانک مرکزیه. یعنی بانک مرکزی ناگزیر میشه برای پاس کردن چک‌های دولت پول خلق بکنه، پایه پولی رو افزایش بده. پولی که توسط بانک مرکزی خلق میشه با یه ضریبی حدود 7 الی 8 که در گزارش اخیر حدود 7.9 برآورد شده تبدیل به نقدینگی میشه. یعنی 7.9 برابر پولی که بانک مرکزی خلق میکنه نقدینگی در کشور ایجاد میشه. خلق این نقدینگی و رشد نقدینگی با این سرعت بسیار بیشتر از رشد تولید اسمی در کشور ماست و همین اختلاف باعث ایجاد تورم در جامعه میشه. ایجاد تورم باعث هجوم نقدینگی به بازار دارایی ها و بازار کالاهایی میشه که اساساً اون کالاها کالاهای مصرفی هن، اما اون کالاها رو تبدیل به کالای سرمایه‌ای میکنه، مثل مسکن، مثل زمین، مثل خودرو، مثل سکه و طلا و موارد این چنینی. با رخ دادن این اتفاق طبیعتاً سرمایه‌دارها در این جامعه سرمایه‌دارتر خواهند شد و سفره معیشت مردم روز به روز کوچکتر خواهد شد.